الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. عزیزان بسیار محترم و سروران گرامی، الله را شاکر هستیم و شکرگزار هستیم که یک بار دیگر توفیق عنایت فرمود که در این روز مقدس و در این مکان مقدس جمع شویم. عزیزان محترم، موضوعی که در این هفته انتخاب کردم کلماتی چندی را در ماحول آن صحبت شود و گپ زده شود در مورد پدر و مادر است. حق و حقوق پدر و مادر. دعا کنیم که الله تبارک و تعالی به بنده توفیق گفتن را و سپس به بنده و همه من و شما توفیق عمل کردن با عنایت بفرماید. در عالم اسباب الله تبارک و تعالی از آنجایی که خالق حقیقی تمام اشیاء هستند و تمام موجودات در عالم اسباب، الله تبارک و تعالی برای تربیت و رشد انسان پدر و مادر را وسیله قرار داده است. پدر و مادر مربی هستند، در عالم مجازی مربی هستند برای فرزندان خود. در این هیچ شکی نیست که خالق حقیقی و خالق الله تبارک و تعالی است. اما الله تبارک و تعالی در عالم اسباب هنگامی که یک بنده را به وجود می آورد، امو اسکلت او را، جسم او را در شکل مادر او را به وجود آورده و سپس چند مدتی در آنجا باقی می ماند و سپس او را در این دنیا می آورد. محبت پدر و مادر را نسبت به او در قلب پدر و مادر می اندازد و همچنان محبت فرزند را نسبت به پدر و مادر را در قلب فرزند می اندازد. اینها کارهایی است که الله تبارک و تعالی می کند. شفقت و محبت یک چیزی است که الله تبارک و تعالی در سینه پدر و مادر نسبت به فرزند می ماند. حقوق پدر و مادر از آن حقوقی هستند که الله تبارک و تعالی در تمام کتب آسمانی بر آن تأکید نمودند. شما اگر تورات را ببینید، انجیل را ببینید، تمام کتب آسمانی را ببینید، الله تبارک و تعالی بر حق پدر و مادر تأکید می کند. و همچنان در قرآن عظیم الشأن الله تبارک و تعالی بسیار تأکید می کند نسبت به پدر و مادر که نسبت به پدر و مادرتان نیکوکار باشید، نیکی کنید نسبت به پدر و مادرتان. آیتی را که خدمتتان تلاوت کردم، الله تبارک و تعالی می فرماید: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله
و آن وقت را به یاد بیاوریم که ما گرفتیم عهد و پیمان را از بنی اسرائیل که عبادت نکنیم مگر الله را و بالوالدین احسانا و با پدر و مادرتان نیکی کنید. عجیب است الله تبارک و تعالی بعد از اینکه مسئله توحید را مطرح می‌کند متصل بعد از آن میگوید و بالوالدین احسانا، نسبت به پدر و مادرتان نیکی کنید. و در جای دیگر الله تبارک و تعالی در سوره نساء می‌فرماید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، عبادت کنین خدا را و هیچ چیزی را نسبت به او شریک قرار مدهین و بالوالدین احسانا، و نسبت به پدر و مادرتان نیکی کنید. اینجا هم متصل بعد از مسئله عبادت الله و بعد از مسئله توحید متصل مسئله احسان به پدر و مادر را الله تبارک و تعالی مطرح می‌کند. شما می‌دانید اگر انسان نسبت به توحید مشکل داشته باشد، نسبت به توحید باری تعالی در قلبش کدام احساسی داشته باشد و شکی داشته باشد و او کافر از این دنیا می‌رود، او مرتد است. پس ببینیم که مسئله توحید که ما به او مسلمان گفته میشویم، اگر نسبت به توحید چیزی در دل ما باشد ما مسلمان نیستیم و چقدر مهم است. تمام انبیا به همین خاطر آمدن. الله تبارک و تعالی در قرآن شما نگاه کنید از اول تا پایان کلش مسائل توحید را بیان میکند، یکتا پرستی را بیان میکند. پس این چقدر مسئله مهم است که متصل بعد از مسئله توحید الله تبارک و تعالی احسان پدر و مادر را مطرح می‌کند. نیکی با پدر و مادر، رفتاری که ما داریم با پدر و مادر او را در اونجا مطرح می‌کند که شما چطور رفتار داشته باشید و تأکید می‌کند که نسبت به پدر و مادرتان رفتار خوب داشته باشید. و در جای دیگر می‌فرماید عجیب است، بار بار این مسئله را الله تبارک و تعالی تکرار می‌کند. در سوره اسراء در آیت 23 می‌فرماید و قضى ربك الا تعبدوا، فیصله کرده است الله تبارک و تعالی، حکم کرده است، فرمان داده است الله تبارک و تعالی الا تعبدوا الا اياه، که شما عبادت نکنید مگر فقط او را عبادت کنید، فقط او را پرستش کنید و بالوالدین احسانا، و نسبت به پدر و مادرتان نیکی کنید. اینجا هم متصل بعد از مسئله توحید الله تبارک و تعالی مسئله نیکی با پدر و مادر را مطرح. و بعد ادامه میده الله تبارک و تعالی اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اگر پیشتان یکی از پدر مادر یا هر دویشان کلانسال شده باشند، مسن باشند، در سن کلانسالی باشند، در پیشتان باشند، الله تبارک و تعالی میگه چی کنین اون وقت؟ اگر پدر و مادرتان پیر باشند، فرسوده باشند، ناتوان باشند، ضعیف باشند، الله تبارک و تعالی میگه چی کنیم در وقت؟ میفرماید فلا تقل لهما اف، پس نگویین برای آنها اف هم نگویین. مفسرین کرام نوشته میکنند میگه کلمه اف او وقتی از دهن انسان بیرون میآید که انسان خسته باشد از کار و از وظیفه و از دکانداری و از مزدوری، میآید در خانه و یک آهی میکشد، اف میکند، میگه من امروز بسیار خسته شدم. در نتیجه پدر و مادر وقتی که خستگی فرزند خود را میبینند غمگین میشوند، یک کمکی دچار وسوسه میشوند، میگوید ببین فرزند ما چقدر زحمت تحمل میکند. خدا میگوید فلا تقل لهما اف، همین کلمه را هنگام خستگی هم استعمال نکنیم، همین کلمه را در هنگام خستگی و گفتگی و در هنگامی که تکلیف دیدین همین کلمه را هم نگوییم که اف نکند که توسط همین کلمه شما پدر و مادرتان رنج ببینند و آنها رنج بکشند، به زحمت بیایند بگویند که ببینیم فرزند ما بسیار تکلیف کشیده است. سبحان الله، خدا دستور میده فلا تقل لهما اف، نگویین به پدر و مادرتان اف هم نگویین. این زدنش به جای خود، دو زدنش به جای خود، تکلیف دادن پدر و مادر به جای خود. خدا میگوید فلا تقل لهما اف هم نگویین هنگامی که خسته شده باشید. و بعد ادامه میده ولا تنهرهما، بانک نزنین، صدا را بلند نکنین به بالای آنها، و قل لهما قولا کریما، پروردگارا چه کنیم نسبت به پدر و مادر، چه رفتار داشته باشیم، گفتار ما چطوری باشد پروردگارا؟ میفرماید و قل لهما قولا کریما، بگوین سخن نیک را بگوین، سخن نیک را بگوین. و سپس ادامه میده الله تبارک و تعالی واخفض لهما جناح الذل،
بازوی تواضع را پایین کنین نسبت به پدر و مادر. نسبت به پدر و مادرتان عاجزی کنین، فروتنی کنین، بازوی تواضع را پایین بیارین. سبحان الله. فرماید واخفض لهما جناح الذل، پایین بیارین بازوی تواضعتان را، من الرحمت، از شفقت و مهربانی. این فروتنیتان از شفقت و مهربانی باشد. سخن یک بشر نیست، سخن یک دانشمند نیست، سخن محمد رسول الله نیست. این خدا در قرآن میگوید وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. او را در دعا هم فراموش نکنین، پدر و مادرتان را در دعا هم فراموش نکنین. و خدا میگوید دعا را نشان میده، اینطور دعا کنین. و قل بگوین رب ارحمهما، پروردگار پدر و مادر من را مورد رحمت خود قرار بده، کما ربیان صغیرا، چنانچه که مرا در خردگی هنگامی که من کودک بودم مرا تربیت کردند، آنها بر من شفقت کردند، آنها نسبت به من مهربان بودند، نسبت به من دلسوز بودند. پروردگار تو هم آنها را مورد رحمت خود قرار بده. سبحان الله. و در جای دیگر الله تبارک و تعالی می فرماید در سوره احقاف، در سوره لقمان، و وصینا الانسان بوالدیه، ما توصیه کردیم، سفارش کرده ایم، سفارش میکنیم به انسان نسبت به پدر و مادرش که نسبت به پدر و مادر خود آنها شفقت داشته باشند، مهربانی داشته باشند، اطاعت از پدر و مادر بکنند در اموری که جایز است. حملته امه وهنا على وهن، مادرش او را در شکم خود حمل کرده است، بر سختی به بالای سختی، سستی بر بالای سستی. چقدر زحمت تحمل کردند پدر و مادر، مخصوصا مادر. خدا او زحمتی که مادر تحمل میکند در هنگامی که او باردار است، او حامله است. من و شما امروز اینطور به دنیا نیامده ایم. هر کدام من و شما که به دنیا آمده ایم 9 ماه مادرتان و مادر من و شما به بالای من و شما حامله بوده است. من و شما را به این طرف و طرف میکرد. شما 1-2 کیلو بار را به شکمتان بسته کنین ببینید چی میشود. شما 3 کیلو بار را به شکمتان اضافه بسته کنین ببینید چی میشود. ببینید خوابتان چطور است، ببینید خوراکتان چطور است، ببینید تشنه رفتنتان چطور است، ببینید رفت آمدتان چطور است. 9 ماه شما را مادر در شکم خود حمل میکرد این طرف و اون طرف. الله تبارک و تعالی به این نکته اشاره میکند و در جای دیگه در سوره احقاف میگوید و وصینا الانسان، ما سفارش کرده ایم به انسان. الله میگوید ما وصیت کردیم به انسان، ما توصیه کرده ایم به انسان، ما سفارش کرده ایم به انسان بوالدیه، نسبت به پدر و مادر احسانا، نیکی را که نسبت به آنها نیکی کند. حملته امه کرها و وضعته کرها، او را بسیار با سختی حمل میکرد و بسیار با سختی به دنیا آورد. میدانیم که همینطور به دنیا نیامدیم، میدانیم که پدر مادر چقدر زحمت را تحمل کرده است نسبت به من و شما. مادری که امروز براحتی در جلویش ایستاد میشویم، در روبرویش قرار میگیریم، حرفش را قبول نداریم و او را زجر میتیم، تکلیف میتیم، سخن بی رفت و بی جای میگوییم و گاهی وقت به بالایش داد و فریاد میکشیم، صدا را به بالایش بلند میکنیم. این همون مادر است که خدا یادآور می شود که این همون مادر است که هنگامی که شما بر بالای شما حامله بود، هنگام حملش و هنگام زایمانش او سختی ها را تحمل کرده است. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه می فرمایند سألت النبي صلی الله علیه و سلم ای العمل احب الى الله عز وجل، ای یا رسول الله کدام عمل در نزد الله تبارک و تعالی محبوب است؟ شاید این سوال رو شما هم میکنید، یا رسول الله به من نشان بده کدام عمل در نزد الله محبوب است و الله او را خوش دارد؟ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند الصلاة علی وقتها، نماز را بر وقت خواندن. 2 سپس پرسان میکند میگوید ثم ای، سپس کدام عمل محبوب است در نزد الله یا رسول الله؟ میفرماید بر الوالدین، نیکی با پدر و مادر. متصل بعد از مسئله نماز رسول صلی الله علیه و سلم مطرح میکند. میفرماید سپس ما فرمودم که بعد از این کدام عمل محبوب است یا رسول الله در نزد الله عز وجل؟ فرمود الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا.
نیکی با پدر و مادر در بعضی از موارد از جهاد هم مقدم است. جهادی که حالت تهاجمی ما شما داشته باشیم، نه ای که در حالت دفاعی قرار داشته باشیم. صحابی میگوید که گفتم یا رسول الله من ابر، ما با چه کسی نیکی کنم یا رسول الله، برای ما معرفی کن که ما به همراه چه کسی نیکی کنم. فرمود رسول صلی الله علیه و سلم امک، مادرت، مادرت، با مادرت نیکی کن. فرمودم ثم من، سپس با چه کسی نیکی کنم؟ سپس بار دوم رسول الله جواب داد امک، مادرت، نسبت با مادرت نیکی کن. سپس گفتم یا رسول الله بعد از این با چه کسی نیکی کنم؟ بار سوم رسول الله جواب میده امک، مادرت، با مادرت نیکی کن. بار چهارم گفتم با چه کسی نیکی کنم یا رسول الله؟ بار چهارم گفت ثم ابا، سپس با پدرت نیکی کن. ثم الاقرب فالاقرب، سپس نزدیک و نزدیک، همونطور که هر کس نزدیک باشد از خویشاوندانت نسبت به آنها نیکی کن. سبحان الله. 3 مرتبه صحابی سوال میکند از رسول الله و رسول الله 3 بار جواب میده که نسبت به مادرت نیکی کن و در مرحله چهارم میگوید که نسبت به پدرت نیکی کن. کسی پرسان کرد یا رسول الله ایا بعد از وفات والدین کدام نیکی هست که من انجام بدم در حق پدر و مادرم؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند بله، یک، برای آنها طلب رحمت و استغفار کن برای پدر و مادرتان. 2، در پورا نمودن وعده های آنها سعی و تلاش کن، وعده ای که آنها با کدام کسی کرده باشد یا کدام گپی زده باشد او را اجرا کن. و 3، صله رحمی با اقربای آنها داشته باش، با خویشاوندان پدر و مادر نیکی کن. 4، و دوستان پدر و مادر را اکرام کن بعد از وفات پدر و مادر. اگر میخواهید حق پدر و مادرتان را بعد از اینکه آنها وفات کردن به این 3 نقطه توجه داشته باشید. با دوستان، با اقربای پدر و مادر نیکی کنید، آنها خوش خواهند شد. شخصی آمد پیش رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که یا رسول الله میخواهم جهاد کنم، شوق جهاد دارم یا رسول الله. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا از والدینتان کسی هست زنده؟ فرمود بله، مادرم زنده است. فرمود با اون نیکی کن، با اون نیکی کن. او میگوید من میخواهم جهاد کنم 1400 سال پیش از این، و او میگوید مادرت زنده است. میگوید بله. میگوید با اون نیکی کن. و سپس در ادامه میفرماید فاذا فعلت ذلك فانت حاج و معتمر و مجاهد. هنگامی که با پدر و مادر نیکی کردی تو هم حاجی هستی، تو هم عمره کرده ای، تو هم مجاهد هستی. صحابی میگوید پیش رسول الله آمدم، گفتم یا رسول الله میخواهم در کنار شما باشم و جهاد کنم به خاطر رضای خدا. یا رسول الله در کنار شما باشم و میخواهم جهاد کنم در راه رضای خداوند متعال. چقدر ارزش دارد در کنار تو باشم، در کنار محمد رسول الله باشم. یک لحظهش چقدر ارزش دارد، یک ثانیهش چقدر ارزش دارد، یک دقیقهش چقدر ارزش دارد. صحابی میگه در کنار تو میخوام یا رسول الله جهاد کنم یا رسول الله. رسول صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ ویحک احیت امک، ای افسوس برای تو، مادرت زنده است یا نه؟ قلت نعم یا رسول الله، ما گفتم بله مادرم زنده است. فرمود ارجع فبرها، برگرد نیکی کن با مادرت. ثم اعطیته من الجانب الاخر. صحابی میگوید از طرف دیگه آمدم، گفتم یا رسول الله میخوام در کنار تو جهاد کنم، در پهلوی تو باشم و با دشمنان خدا و رسولش بجنگم یا رسول الله. او گفت ویحک احیت امک، آیا مادرت زنده است؟ گفتم بله مادرم زنده است یا رسول الله. گفت ویحک فرجع الیها فبرها، برگرد نسبت به پدر و مادر، نسبت به مادرت نیکی کن. سپس میگه از روبروش آمدم، طرف مقابلش روبرو آمدم. گفتم یا رسول الله میخوام در کنار تو جهاد کنم.
رسول الله او کلماتی که قبلا گفته بود او را از دوباره تکرار کرد. گفت ویحک الزم رجلها فسم الجنه، ای افسوس برای تو، پاهای مادرت را بگیر که در اوج جنت است. روایت نسائی، سنن نسائی روایت کرده است. سبحان الله، چقدر ارزش دارد. میگوید پای مادرت بگیر. او میگوید یا رسول الله در پهلوی تو جهاد میکنم. رسول الله میگوید پای مادرت بگیر. از آنجایی که رسول الله حکیم بود، میفهمید کسی که میآید پیش او و وقتی یک تقاضا را مطرح میکند، رسول الله بسیار با حکمت جواب میداد. میگه پای مادرت بگیر، اوجا جهاد کن. عمر بن خطاب میفرماید که از رسول خدا شنیدم ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدة وكان به بیاز فمروه فلیستغفر لكم. بهترین تابعین شخصی است به نام اویس قرنی و او شخصی است که مادری دارد و او را نمیماند که مادرش که بیاید به ملاقات من، چون او در خدمت مادرش است و در بدن او یک جای سفید باقی مانده است و این نشانه اش است. اگر او را یافتین بگویین که برای شما استغفار کند. میگه هنگامی که این صحبت را حضرت عمر بن خطاب از رسول الله شنید، منتظر میماند در مدینه منوره. قافله‌ای که از یمن میآمد پرسان میکرد که اویس در میان شما هست یا نیست؟ میگفتن نیست، تا ای که یک روزی اویس را دید. قافله‌ای آمد و اویس در میان آنها بود. حضرت عمر بن خطاب پیش او رفت، گفت اویس شما هستید؟ گفت بله من اویس هستم. گفت شما از قبیله مراد هستید؟ گفت بله. گفت شما از قبیله قرن هستید؟ گفت بله. گفت آیا تو قبلا پیس بودی و خداوند متعال تو را شفا داده است، فقط جای یک درهم باقی مانده است، سفیدی اندازه یک درهم باقی مانده است؟ گفت بله همینطور است. گفت مادری داشتی که نمیمان تو را که بیاید به ملاقات رسول الله به خاطر که مشغول به خدمت او بودی؟ گفت بله. گفت مرا رسول الله گفته است که ما تو را دیده و ملاقات تو را کنم و تو برای من استغفار کنید. سبحان الله، این انسان چقدر ارزش پیدا می کند. رسول الله حیات دارد، رسول الله وفات می کند، ولی اما اویس به ملاقات رسول الله نمی آید به خاطر که مشغول خدمت پدر و مشغول خدمت مادر خود است. آیا ارزش بالاتر و کلانتر از این می بود در وقت که او ملاقات رسول الله را می کرد؟ اویس ملاقات رسول الله را از دست داد و شرفیاب نشد به دیدار و ملاقات رسول الله و محمد رسول الله به خاطر که خدمت مادر می کرد. اما غیابانه رسول الله می گوید اگر روزی اویس آمد بگوین که برایتان استغفار بکند. این شرافت و این کرامت و این عزت را از کجا به دست آورد اویس؟ به خاطر خدمت مادرش. به خاطر خدمت مادرش ملاقات و دیدار رسول الله را از دست داد. رسول الله از دی دنیا رفت و اویس به مدینه منوره رفت. و او وقتی بود که حضرت عمر بن خطاب خلیفه وقت بود، او به ملاقات او رفت و فرمود که مرا رسول الله گفته است اگر اویس دیدین از او طلب استغفار کنین که او برای شما استغفار کند. این کرامت و این عزت را و این شرافت را اویس به خاطر خدمت مادر خود به دست آورد. لذا عزیزان من نیکی کنیم که تا دیگران با شما نیکی کنند. نیکی کنیم که تا دیگران با همراه شما رفتار خوب داشته باشند. نیکی کنیم با پدر و مادرتان که فرزندانتان با شما نیکی کنند. این گپ بسیار مهم است که شما اگر امروز نسبت به پدر و مادرتان نیکی کردین، فرزندانتان با شما نیکی خواهند کرد. اگر شما با پدر و مادرتان نیکی نکنین، جفا کنین، ظلم کنین، آنها را در رنج بیاندازین، در سختی و در تکلیف بیاندازین، تکلیف به آنها برسانین، مطمئن باشین فرزندان شما، اولاد شما با شما همچنان رفتار خواهند کرد. رسول صلی الله علیه و سلم در روایت طبرانی میفرماید که این روایت صحیح است، میفرماید بروا اباءکم تبرأکم ابناؤکم. سبحان الله، با پدرانتان نیکی کنین که فرزندانتان با شما نیکی کنند.
و می فرماید و عفو تعف نساؤکم، با عفت و پاکدامن باشین که زنانتان پاکدامن باشند. سبحان الله. پاکدامنی شما در پاکدامنی اولادتان زنانتان تأثیر دارد. این گپی نیست که یک ملایی را بگوید، یک عالم به بالای منبری را بگوید. روایت طبرانی است و این علما صحیح گفتند. این گپ رسول صلی الله علیه و سلم است که شما نسبت به فرزندانتان نیکی کنین که تا پدر و مادر نسبت به پدر و مادرتان نیکی کنین تا فرزندانتان به شما نیکی کنند. شما پاکدامن باشین، عفیف باشین تا زنانتان، تا دخترانتان عفیف و پاکدامن شوند. همچنان نیکی با اقارب. نیکی نیست که تنها با پدر و مادر انسان داشته باشد، با تمام اقارب باید انسان نیکی داشته باشد، نیکی کند، خوشرفتاری کند، به نوعی به آنها خوبی کند و از خوبی‌های خود به آنها رسیدگی کند. پس نیکی به اقارب هم لازم است. یک نفر پیش رسول صلی الله علیه و سلم آمد، این بسیار توجه داشته باشید. یک نفر پیش رسول صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله من گناه بسیار بزرگی را مرتکب شدم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که آیا پدر و مادرتان زنده است؟ فرمود پدرم فوت کرده است. گفت مادرت زنده است؟ گفت مادرم فوت کرده است. گفت خاله‌ات زنده است؟ گفت بله یا رسول الله خاله‌ام زنده است. فرمود فبرها، برو نیکی کن با امرای خاله‌ات. خاله‌ات مانند مادرت است، برو با امرای خاله‌ات نیکی کن. و خداوند متعال توسط نیکی تو که با نسبت به خاله‌ات میکنی، الله تبارک و تعالی تو را میبخشد و گناهان تو را بخشش میکند. سبحان الله. این روایت ترمذی است و این روایت را علما صحیح گفتند. صحابی میگوید مادرم زنده نیست یا رسول الله، پدرم زنده نیست، گناهی را مرتکب شدم، آیا مرا توبه هست یا نیست؟ میگوید خالات زنده است؟ میگوید بله خالام زنده است. میگه برو با امرای خالات نیکی کن که خداوند متعال گناهات را بخشش میکند. و نیکی کردن نسبت به اقارب، نسبت به پدر و مادر بسیار تأثیرات در همین زندگی، در همین دنیا دارد. یکی از اون تأثیراتش است که در عمرتان اضافه میکند، عمرت را میافزاید. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید لا یزید فی العمر الا البر، اضافه نمیکند در عمر مگر نیکی که انسان به اقارب خود دارد. نیکی عمر انسان را اضافه میکند. ما بسیاری از اوقات وقتی میشنویم فلان جوان از این دنیا رفت، فلان جوان در فلان دریا غرق شد، فلان جوان در فلان تصادف و فلان تکر کرد و از این دنیا رفت، فلان جوان مرگ شد. وقتی این را میشنویم جستجو که میکنیم یا پدر ناراض است یا مادر ناراض است. مطمئن باشیم اگر نافرمانی پدر و مادر را کردیم، عذاب این را در آخرت نه تنها که میبینیم بلکه در همین دنیا خدا به شما نشان میده. عذابش را در همین دنیا میبینید، سختیش را در همین دنیا میبینید. ولی اما کسانی که نیکی کردند آنها هم پاداشش هم در همین دنیا میبینند. الله تبارک و تعالی چه پاداشی را در آخرت به آنها میده و چه پاداشی را در همین دنیا میده. یک زندگی آرام را به آنها میده، یک زندگی بدون دغدغه و بدون وسوسه را به آنها میده، زندگی که در اون احساس آرامش میکند. اما کسانی که نسبت به پدر و مادر بدخلقی میکنند، بد اخلاقی میکنند، به نوعی به آنها رنج میرسانند، تکلیف میرسانند، مشاهده شده است، در همین دنیا مشاهده شده است که کسانی که عاق شدند آنها در همین دنیا دچار رنج و تکلیف و سختی ها شدند که خداوند تعالی نمانده است که تا آخرت برسد. الله نجات بده. لذا اگر عمر طولانی میخواهید، اگر میخواهید که الله تبارک و تعالی در عمرتان افزایش بیارد، عمر با برکت به شما بده، نسبت به اقاربتان مخصوصا نسبت به پدر و مادرتان نیکی کنید. و همچنان رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند، روایت طبرانی است، من بر والدیه طوبی له، و بعد میفرماید زاده الله فی عمره. کسی که نسبت به پدر و مادر
خوبی کند طوبی له، خوشا برای کسی که با پدر و مادر نیکی می کند، زیرا که جنت زیر پای پدر و مادر است. شما کجا می گردید این طرف و اون طرف؟ مطمئن باشین اگر نسبت به پدر و مادر جفا کنید هیچ عملی از اعمال از شما پذیرفته نمی شود. نه حجتان قبول می شود، نه نمازتان قبول می شود، نه روزهتان قبول می شود. هیچ عملی از شما پذیرفته نمی شود. در بعضی از موارد نیکی با پدر و مادر از جهاد هم فضیلت بیشتر دارد. شخصی آمد پیش رسول صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله میخواهم به خاطر رضای خدا در کنار شما جهاد کنم. رسول الله فرمود که از کجا آمدی؟ گفت از پدر و مادری که در حالی که گریه میکرد آمدم. فرمود فرجع الیهما فازحکهما کما ابکیتهما، برگرد آنها را بخندان چنانچه که آنها را به گریه انداختی. برگردان بخندان. اگر پدر و مادر بگوین که زنت را طلاق بدید، اگر پدر و مادر بگوین که زنت را طلاق بدید، اگر ذی حق باشند و حق به جانب باشند، لازم است بر فرزند بر اولاد که زنش را طلاق بدید. شخصی پیش حضرت ابی درداء آمد گفت زنی دارم اما مادرم مرا دستور میدهد که زنم را طلاق بدم. حضرت ابو درداء فرمود که ما از رسول صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت الوالد اوسط ابواب الجنه، پدر در میانه ترین دروازه های جنت است. وسط دروازه جنت او پدر است. فإن شئت فأزع ذلك الباب أو يحفظه، اگر میخوای این ضعیف کنی دروازه را، اگر میخوای این دروازه را حفظ کن، اختیارت. ابو درداء گفت صحابی رسول الله گفت اختیارت، تو پدر و مادرت از دست میدی یا زنت را از دست میدی. البته علما اینا نوشته کردن که اگر حق به جانب پدر و مادر باشند لازم است برای فرزند که زنش را طلاق بدهد. ابن عمر رضی الله عنه فرزند حضرت عمر میگوید زنی داشتم بسیار او را دوست می داشتم. روزی حضرت عمر مرا گفت زنت را طلاق بده، اما من این کار نکردم. رفتم پیش رسول صلی الله علیه و سلم گفتم یا رسول الله زنی دارم بسیار او را دوست دارم، اما حضرت عمر پدر بزرگوارم مرا دستور میده که زنم را طلاق دهم. یا رسول الله چه کنم؟ امر تو چیست؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند یا عبدالله ابن عمر طلق امرأتك، ای ابن عمر طلاق کن زنت. در صورتی که پدر و مادر نیاز داشته باشند به مالتان، به خانهتان، به بلند منزلتان، به موترتان نیاز داشته باشد، شما حق ندارید که از آنها دریغ کنید. شخصی آمد پیش رسول صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله پدر و مادرم میخواهند که مال مرا بگیرند. فرمود انت و مالک لابیک، تو و مال پدرتان است. اما در موردی که کار و کاسبی پدر جدا و فرزند جدا، در این مورد علما نوشته کردن اگر کار و کسب جدا باشند، سرمایه مشترک نداشته باشند، کار و کسب پدر جدا است و کار و کسب فرزند و اولاد جدا است، اینها یکی دیگه حق ندارند. اما اگر پدر و مادر نیازمند باشند، محتاج باشند، هر چی که داری از آن آنهاست، هر چی که داری از آن آنهاست. بعد از وفات پدر و مادر انسان باید با دوستان پدر و مادر نیکی کند و در حق آنها استغفار کند. رسول صلی الله علیه و سلم می‌فرماید احفظ ود ابیک، محافظت کن با دوستان پدرت. دوستان پدرت را محافظت کن، دوستی آنها را اکرام کن. رسول صلی الله علیه و سلم می‌فرماید لا تقطعه، او را قطع نکن، او را از بین نبر. فیطفئ الله نورک، خدا نورت را از بین میبرد که نسبت با دوستان پدر و مادرت را نیکی نکنید. و همچنان رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الرجل لترفع درجته فی الجنه، یک نفر درجه او در جنت بسیار بلند میشود. خداوند متعال درجه او را بسیار بلند میکند. این شخص میگوید یا الله من اینقدر عمل انجام ندادم که اینقدر درجه مرا تو بلند کرده ای.
الله تبارک و تعالی می فرماید که ای به استغفار ولدک لک، ای به خاطر است که فرزند تو ولد تو استغفار کرده در حق تو بعد از وفات تو، بعد از اینکه تو از این دنیا رفتی، فرزند تو ولد تو برای تو استغفار میکرد، طلب مغفرت میکرد، طلب رحمت میکرد. خداوند متعال به این خاطر این درجه را به تو داده است. لذا رضای الله تبارک و تعالی منوط به رضای والدین است. اگر میخواهید خدا را راضی کنین، پدر و مادرتان را راضی کنین. دور نیستند، در کنارتان هستند، در خانه تان هستند. اگر میخواهید که خدا را راضی کنین، پدر و مادرتان را راضی کنین. اینجا که شب تا صبح بیاین در مسجد، سرتان را به سجده بمانین، روزه بگیرین، حج را انجام بدین، هیچ فایده ای ندارد در صورتی که پدر و مادر ناراض باشند. این اعمالتان را خدا قبول نمی کند. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید رضا الرب فی رضا الوالد، رضای پروردگار در رضای پدر است، و سخط الرب فی سخط الوالد، خشم پروردگار در خشم پدر و مادر است. اگر پدر و مادر را راضی کردی، پروردگار را راضی کردی. ابن عباس می فرماید من هیچ چیزی را از اعمال که انسان را به خدا نزدیک کند نمی شناسم مگر احسان به پدر و مادر. نیکی با پدر و مادر یکی از او اعمالی است که انسان را بسیار و در نزدیکترین فرصت خدا انسان را الله تبارک و تعالی به خود نزدیک می کند و انسان نزدیک می شود به خداوند متعال. خلاصه این که الله تبارک و تعالی حق پدر و مادر را در تمام کتب آسمانی ذکر کرده است. در تورات، در انجیل، در تمام کتب آسمانی توصیه کرده است که شما حق پدر و مادر را ادا کنید. علما می‌فرمایند که انسان در حضور والدین سخن نباید بگوید. حق سخن گفتن را در حضور والدین ندارید. این بی‌ادبی است که پدر نشسته باشد و شما سخن میگویید. اما متاسفانه فرزندان امروز، اولاد امروز خود را از پدر و مادر کلانتر می‌دارند و در بعضی موارد شرمش می‌آید که در مجلسی که دوستان او هستند پدرش در اونجا حضور داشته باشد. ما در یکی از مجالسی که به خاطر صلح برقرار شده بود ما شرکت داشتم. ریش سفیدان بسیار زیادی بودند. یک ریش سفید بسیار، یک حاجی بسیار محترم و با سیمای بسیار زیبا روبرو هم نشسته بود. طرفم او بود. او را توصیه کردم، او را دعوت دادم به آرامش که صبر کند، مشکلی که پیش آمده است حل می شود. بعد او بسیار گپ خوب زد، گفت من نمیخواهم که همین بدی بعد از مرگم باقی بماند با اولادم. من میخوام در زندگی خود این بدی را برطرف کنم و دور کنم و از بین ببرم. فرزندش در او گوشه نشسته بود، گفت این پدرم همینطور گپ میزند، گپ چتی میزند. این قدر بد تأثیر کرد به بالای ما. گفتم سبحان الله. فرزند میخیزد در حضور تمام ریش سفیدان قوم، به پدرش میگوید گپ، پدرم چتی گپ میزند. الله نجات بده. لذا میفرمایند علما که در حضور والدین باید انسان سخن نگوید، مگر اینکه با بسیار با نزاکت، با احترام، با ادب و با صدای بسیار پایین سخن بگوید. دو، پیش از پدر حرکت نکند. و حتی بعضی از علما نوشته کردند که در سمت راست و در سمت چپ پدر حرکت نکند، بلکه در پشت سر پدر حرکت کند. هنگام راه رفتن در پشت سر پدر راه برود. سبحان الله. میگوید هنگامی که پدر نشسته باشد پای حق ندارد دراز کند، اما از آنجایی که مادر مشفق و مهربان است اگر پیش روی مادر پایش دراز کند کدام گپی ندارد. مادر میگه مهربان است، اما پیش پدر حق پای دراز کردن را ندارد. علما نوشته کردند این حق ندارد. سبحان الله. بلکه او پشت پدر حرکت کند مانند یک غلامی که در پشت سر مولای خود حرکت میکند. الله تبارک و تعالی سه چیز را در سه آیت بیان فرموده است که یکی به دیگه مرتبط است. اگر به یکی عمل نکنید به دیگه نمیتوانید عمل کنید. یک، الله تبارک و تعالی میفرماید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. هنگامی که میگوید نماز را ادا کنید متصل میگوید که زکات هم بدید. این دو تا لازم است که با هم دیگه در کنار هم باشند. و در جای دیگه میفرماید دوم و اطیعوا الله و الرسول، اطاعت الله را بکنید. متصل باز میگوید که اطاعت رسول را بکنید. پس این دو تا لازم و ملزوم است. این تو نمیشد که تو بگویید که من اطاعت الله را میکنم و اطاعت رسول الله را نمیکنم.
نه او نماینده الله است، او آن چیزی که میگوید از جانب الله میگوید. سه، خدا میگوید انشکر لی و لوالدیک، مرا شکرگزار باش و نسبت به پدر و مادرت. پس کسی که خدا را شکرگزار باشد و نسبت به پدر و مادرش شکرگزار نباشد، او در حقیقت شکر الله را ادا نکرده است. این سه آیت و این سه چیزی که در سه آیت بیان شده است، اینا در کنار هم قرار میگیرند. وبال نافرمانی والدین در همین دنیا گرفتار گردن انسان می شود. الله نجات دهد. شما را خدا نمیماند که صبر نمی کند خدا برای شما وقتی که پدر و مادرتان را آزار داده باشید. قصه حضرت علقمه بسیار معروف است. علقمه جوانی بود در مدینه منوره. در هنگامی که او مریض شد، زنش را گفت برو رسول الله را بگو که بیاید. او رفت پیش رسول الله و از مریضی علقمه رسول الله را مطلع کرد. رسول صلی الله علیه و سلم حضرت سلمان، حضرت عمار، حضرت بلال را روان کرد برو شما خبر بگیرید که حال علقمه چطور است. آنها آمدن پیش علقمه، گفتن ای علقمه بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. اما زبان علقمه یاری نمیکرد، نمیتونست بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله. صحابه بر خطا شدند که چه شده است؟ این صحابی علقمه در حال هلاکت است اگر نتواند بگوید کلمه را. حضرت بلال را پیش رسول صلی الله علیه و سلم روان کرد، گفت یا رسول الله بیا که وضعیت بسیار خراب است. رسول صلی الله علیه و سلم آمدند، گفت آیا پدر و مادر دارد؟ گفت ما پدرش که قبلا فوت کرده است و مادرش زنده است. حضرت بلال را گفت برو با مادرش سلام برسان. گفت یا خودت اینجا بیا یا اینکه ما پیش بیایم. حضرت بلال پیش مادر علقمه رفت، گفت رسول صلی الله علیه و سلم سلام به تو میگوید و میگوید یا اینکه تو میایی پیش ما یا اینکه ما میاییم پیش تو. مادر علقمه گفت فدای تو باشم یا رسول الله، مزی حق هستم که باید پیش تو بیایی. عصای خود را گرفته پیر و فرسوده بسیار پیر شده حرکت کرد به خانه علقمه آمد، دید که اوجا رسول صلی الله علیه و سلم حضور دارد. گفت که ای مادر علقمه راست بگو، اگر دروغ گفتی مرا خداوند متعال توسط وحی مطلع میکند، بگو حال علقمه چطور بوده است. گفت علقمه بسیار آدم خوب بوده. علقمه از اون کسایی است که زکات میداد. علقمه از اون کسایی بوده که او صدقه میداد، روزه میگرفت. گفت وضعیت او با تو چطور بوده است؟ گفت من از او ناراض هستم. گفت چرا از او ناراض هستی؟ گفت به این خاطر ناراض هستم که او زنش را نسبت به من ترجیح میداد. او از زنش اطاعت میکرد و از من اطاعت نمیکرد، نسبت به من نافرمان بود و نسبت به زن خود اطاعت داشت. رسول صلی الله علیه و سلم نگاه کرد به بلال، گفت برو هیزم را جمع کن که من علقمه را میسوزانم. مادر علقمه گفت یا رسول الله جگر گوشه ما را در پیش روی ما و در دید ما میسوزانی؟ گفت بله عذاب الهی از این سخت‌تر است، او را در همین دنیا میسوزانم. گفت یا رسول الله تو شاهد باشی که من او را عفو کردم. حضرت بلال میگوید که ما دیدیم که علقمه میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، زبانش جاری شد به کلمه. اگر میخواین کلمه را از این دنیا ببرین، اگر میخواین مسلمان از این دنیا بروین، نسبت به پدر و مادرتان نیکی کنین. پدر و مادر به رخ خود نمیآید. پدر و مادر به تو نمیگوید که ای فرزندم من آزار دیدم، برین پرسان کنین، برین از پدر و مادرتان دلجویی کنین، برین از دلشان خبر شوین. الله نجات بده. انسان در مقابل پدر و مادر مانند یک کودک باید رفتار کند. یک خردسال مانند یک خردسال باید رفتار کند. سئیس تو رئیس هستی، تو قماندان هستی، تو رئیس جمهور هستی، تو اگر پیغمبر خدا هم هستی، اما نسبت به پدر و مادر یک کودک باش، یک کسی که یک مثل یک شیرخوار واری، یک طفل واری باش. کی دست آنها را گرفته، کی پای آنها را گرفته، کی شانه آنها را بوسیده، کی پیشانی آنها را بوسیده، کی موهای سفید آنها را بوسیده. این کار را بکن نسبت به آنها. تو یک کودک باش در خانه‌اش. لذا عزیزان من، عروسانی که در خانه تان هست آنها را توصیه کنین، بگویین که اگر میخواهیم مرا راضی کنین پدر و مادر مرا خدمت کن. من نمیگویم که از نظر شرعی بر عروس خانه لازم است و فرض است که باید خدمت پدر شوهر خود را بکند، اما اگر میخواهید که تو را راضی کند این عروس،
این زن تو را راضی کند. تو باید اینطور بگویید که ای زن اگر مرا راضی میکنی، اگر خدا را راضی میکنید، پدر و مادر مرا خدمت کن، پدر و مادر مرا راضی کن. این بسیار مهم است. قصه ای که در یکی از مجله ها امروز خواندم، یکی از دوستا به من گفته بود که این قصه در فلان مجله است، اما من نخوانده بودم. امروز یک قصه جالب خواندم و بسیار دردناک. جوانی قصه می کند، میگوید مادری داشتم که یک چشم داشت، مادری داشتم که یک چشم داشت. همیشه سبب بی‌ابرویی و خجالتی ما بود. من خجالت میکشیدم هنگامی که او را میدیدم. او غذا پخته میکرد برای معلمین و برای محصلین مدرسه. یک روزی میگه آمد در دروازه مدرسه ایستاد، میگه اینقدر شرمنده شدم که چرا مادرم پشت سر ما آمده است، در دروازه مدرسه ایستاده است، چرا که مادرم یک چشم داشت. میگوید هم صنفیای مرا مسخره کردن که این مادر تو یک چشم دارد. میگه بسیار زجر کشیدم. آمدم به خانه گفتم مادر گم شو از اینجا، دیگه تو رو نبینم. کی میمیری؟ تو بمیر ای مادر. میگه ایره گفتم بدون اینکه متوجه باشم که چی میگویم، تا اینکه تحصیلاتم را ادامه دادم تا اینکه تحصیلاتم بالا رفت. روزی رفتم سفر کردم به سنگاپور رفتم، تحصیلاتم تمام شد. دیگه نه از مادرم خبر گرفتم نه از دیگه. ما از یک چشم بودن او شرمم میآمد. میگه اوجا زن گرفتم، همونجا بسیار خدا به من روزی داد، زندگیم بسیار خوب شد. تا اینکه روزی از روزها مادرم به ملاقاتم آمد. او در دروازه ایستاده بود، دروازه فرزند خود میزد. وقتی که اون نوهای او بیرون خانه رفتن، وقتی که این زن یک چشمه را دیدن، بسیار به بالایش خنده کردند. من که رفتم، من گفتم تو را کی گفته تو اینجا بیا؟ تو سبب شرمندگی ما شدی، تو خودت دعوت دادی، من که تو را دعوت ندادم. بسیار جای نگرانی است. مادر میگه بدون یک چیزی بگوید برگشت. سالها تیر شد در این وسط. میگه روزی از روزها دعوتنامه‌ای که مادرم مرا در اونجا روان کرده بود اون مدرسه، از طرف اون مدرسه یک دعوتنامه آمد برای من که باید یک تجدید ملاقات بکنم با محصلین اون مدرسه. میگه رفتم به اون مدرسه، همینطور کنجکاوی کردم، رفتم در اون کلبه‌ای که قبلا ما زندگی میکردیم. دیدم که مادرم نیست. همسایه‌ها متوجه شدن، دیدن که این آدم این طرف و طرف میگرده، ظاهرا نسبتی با او پیرزال دارد. گفتن او بسیار وقت میشه که از اینجا رفته و از این دنیا رفته، اما یک نامه را برای تو نوشته کرده. نامه را به دست گرفته و خواندم. در نامه نوشته کرده بود که معذرت میخوام فرزندم، ما بسیار به تو تکلیف رساندم. متاسفم از این که یک چشم داشتم و این یک چشمی ما سبب خجالت و شرمندگی تو میشد. ما بسیار متاسفم. اما میدانید روزی تو تصادف کردی، در تصادف یک چشمت را از دست دادی. دکترها گفتن که اگر چشم کسی دیگر را به همراه او پیوند کنید این جور میشود. من دیگه حاضر نبودم که تو را در این دنیا با یک چشم ببینم، لذا چشم را دادم و دکترها چشم مرا عمل کردن، کشیدن و این چشم را در جایی که تو چشم را از دست داده بودی این را در اوجا بود. من بسیار خوشحال بودم که تو با چشم من دنیا را میبینید. من خوشحال بودم که چشم من در چهره تو دیده می شود، در صورت تو دیده می شود. اما بخشش میخواهم که نتوانستم تو را خدمت کنم. وقتی که این صحنه را میبیند بسیار گریه میکند، اینقدر ناراحت میشود، اینقدر غمگین میشود، بسیار پریشان میشود. اما چه فایده؟ مادر را از دست داده بود. دعا کنیم که الله تبارک و تعالی با آن چیزی که گفته شد من شما توفیق عمل کردن عنایت کنه. عزیزان من، امروز نوبت چنده برای مدرسه است. الله تبارک و تعالی در جان مالتان برکت بیندازد. چنده ای که شما میکنید این فقط برای نان مدرسه مصرف میشود.